الله علیه قیام شب داشتن. بار اخیرانه که بر زیارت اومده گفت نماز تهجد خواندم. گفت تو حال یا نماز تهجد میکنه؟ گفت که بچه‌م سال پیش بیمار شده بودم، نتوانید که بعضی وقت 1 سال شید هر سحر بدم رو میشوند و نماز تهجد الحمدلله تا حالا خیر نکردم. از سینیاشی از کلتانی تا این روز با نماز جماعت و با قیام لیل بود. حضرت عایشه مادرمون در حدیث روایت میکنند که کان النبی صلی الله علیه وسلم یقیم لیل کله. پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم شب همه شب قیام شب میکرد، نماز میخواند. فقلت حتی تفترت قدمها، حتی قدمهای پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم یعنی پاره پاره شدن از روی بسیار در قیام بودن و شخص ایستادن. حضرت عایشه مادر رضی الله عنها که فقلت یا رسول الله، گفتم که ای پیامبر خدا لما تصنع هذا، برای چی قدر مشقت میگیری؟ و قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر. خداوند گناههای پیشین و بعدی تو همه را بخشیدگی‌اند. بعضی روایه‌ها میگوید که پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم گناه ندارد. این یعنی گناه پیشین بعدی تو، یعنی خدا گناه امتی تو را بخشیده. تو برای امت همیشه غمگین هستی، همیشه رنگ زرد داری و آفیزیده داری که امتی من با دوزخ نرود. در نزد خدا در اجرا گناه امت با تو دارد. سالها و ماها گریست، گفت پروردگار، گفت که پروردگار من ایزان لا ارضا و واحد من امتی فی نار، من ایزان نمیشم که یک امتی من در دوزخ باشد. تا مادامی که تمام امت از دوزخ پروردگار آزاد نکنی. برای همین حضرت مادر میگو که ای عایشه تو من حضرت عایشه گفت که خدا بخشیدگی گناه امتی ترا برای چی خطر غم میخوری؟ پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در جواب گفت که افلا احب ان اکون عبدا شکورا، آیا دوست نمیدارم که من یک بنده شکرگزار خداوند باشم؟ خدای بزرگ متعال به نماز ما، به روزه ما و قیام لیل ما محتاج نیست، به شکر ما محتاج نیست. شکر ما در ذات خدا چیز زیاد نمی کند، ذات خدا را کامل نمی سازد. ما وقتی که شکر میکنیم، قیام لیل میکنیم، ما خود را کامل می سازیم. و خاطر همین در دوام حدیث میگوید که حضرت ابن عباس که علمای ربانی باشه، عالمای خدا باشه. بعد دوستان که عالمای خدا کیست؟ پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم حضرت ابن عباس گفتند که یعنی الذین الربانی الذین یعلمون صغار العلم قبل کبارها، یعنی ربانی اون کسی هست که علمهای خود پیش از علمهای کلام دست میدهد. خشوع حالیم طالب العلم و شخصیت‌هایی که از قایه بغدادی و حفظیت و قرآن و مختصر شرع پایان هدایت درس گفتند و در زمان شوروی که بسیار مشکلات در بالای مردم بود، در مخالفان تعلیم و تربیه بودند. خصوصا اشاره قاضی از هیچ چیز حراس نکرده، هیچ از جای خود حراس نکرده، اون امانتی که خداوند در ذمه او در گردن او گردانده بود، او را به مردم و به ملت داد. امروز در تمام استشفاقها و جاها شاگردای او 3 و 4 و 6 همه جا هستند، همه را ایشان قاضی را طلبی مغفرت میکنند. بخاطر همین پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم گفت که اذا مات المسلم انقطعه عمله الا من 3. مسلمان وقتی که چشم از دنیا میپوشد همه عملی او منقطع میشود، دیگر یک روز کاری تمام نمیماند
مگر که از سه چیز بمونند: الا من صدقة جاریه، او یک صدقه جاریه زندگی باشد، یک مسجد ساختگی باشد، مدرسه ساختگی باشد، یک کفر آب و مردم آوردگی باشد، یک خدمت کردگی باشد. الحمدلله شان قاضی این مسجدی که میبینید، این بنای محشمتی میبینید، از گرچه که مردم پولها انداخته شد، زیادی پول کرده، شان قاضی بود و خدمت مردم کرد و در خدمت مردم بود، سالها در خدمت بود. بار دیگر مسجد ساختی در ناحیتی، اون مسجد ناموی تمام جامعه هست، 10 سالها در همونجا بود. سالهایی که مردم وقتی که یک نوسازگاری بعدی میلاد شد، در اون سالها یک خبرگیری آمدم، دیدم که بچه‌های خورده یعنی قریب 100 از زیادتر تعلیم الحمدلله رب العالمین و بسم الله و بالله میخونده داشت. در وقتی که زمان سیوز بود، یک روز پولایی که خرد در مردم داد، همون در خرچه در نگاه کردم 50,000 سیوز در مردم همیشه داد. چی قدر خیر کردگی بود. الحمدلله عملش در خدمت شما بود. امروز شان قاضی پدر منه، این پدری تمام شما است، پدر میلت است، پدر خداوندی است. از همه شما می‌دارم که همچنان که حضرت قبله‌گاه بابیمون داماد شریف علیه الرحمه اولیای آخر الزمان که در زمانش بشارت‌های خیرها زیاده داشتند، چگونه اون فراموش نکنه، اشاره قاضیه فراموش نگیره. هرگز نمی‌رد آن چیزی در سینه‌ش رسید، هرگز نمی‌رد آن چیزی در سینه‌ش رسید. سبتر از برتریزه عالم دوامی ما در صحیفه روزگار اشان قاضی نامی درگی تو الهی آمد قیامت بان کسی شنا اگر نشنا میمونه نشناسی تو میشناستی تو کی هستی چی بازی نباشی اولی کلمه لا اله الا الله تعریف کن آخر هم به کلمه لا اله الا الله تعریف تمام وصیت‌ها اتموت الهام روحیت کام بشود همه وصیت‌ها را کردستو لا اله الا الله گفتستو بحث را تبادی مادر کار آزمینی شاهدی داشتی مسجد و چیز را باش بکن بس کلمه آزاد گفتست همچنان که پیامبر اسلام تصور میکنند خریدی مرد جمع سخن داشتند که الصلاة و امهاتکم نماز را نگاه دارید همون غلامان چوی نماز را تحقیر نکنید پیامبر اسلام تحقیر از روز نمیداشت. از حاضران گفتند که ما نزدیک پیامبر رسید دیدیم که هایم دیگر گفت نمیدند اما زمان را باش میگفت گوش کرده چی میگد الصلاة میگد نماز را نگاه دارید. هیچ جا سیاسی خیلی بمانید یک آفر ندیدم که اشان قاضی نماز را به جماعت خودکی باشد. اگر هیچ وقت که اگر جماعتی در مسجد نمیاد میآمد در خانه معصوم جمع میکرد نماز جماعت بکن چنین انسان اخلاقی که اخلاق را میکند خشاب حال اشان قاضی که تمام مردم برای یکی شهادتی میدهند برای میگه انتو شهادان رای است شما شاهدهای قاضی در روی زمین. لیکن تو که همه مسئلان حاصل شد 20 سال درس کردم 20 سالی و طالب العلم چند سالی و طالب علم بود در سینی پیریش پس از مرگ حضرت الله با خواندنی با قرآن کتاب پیش نامه کامل و پیش اشان پاک علیه رحمه یکی از اولوای همون زمان خوش رو بودن و پیش اون رفتن تعلیم و تربیه علم فقه آموختن آمدن مردم شد از سیاسون تعلیم و تربیه علم فقه کردن. میگوید یک شخص از شور و نزد حضرت عمر رضی الله عنه در وقت خلافتش آمد. حضرت عمر رضی الله عنه بود که برای چی آمدی؟ چی تو از اونجا به اینجا آمدی؟ مسافه یک ماه را هست. گفت آمدم که تعلیمی تشهد را تعلیم بگیرم تشهد را بیاموزم التحیات را بیاموزم یاد بگیرم. حضرت عمر رضی الله عنه که یاد دومی رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پیامبر اسلام که لا کان ثانی نبی لکان عمر اگر پس از من پیامبر میشید هرای عمر میشید. حضرت عمر رضی الله عنه با این بزرگی بخاطر همون فقه
حدیث از پیامبر خدا حدیث صحیح روایت شده است که یشفع یوم القیامة السلام روز قیامت سه گروه شفاعت میکند الانبیاء ثم العلماء ثم الشهداء یکون انبیاء شفاعت میکنند دیگر علماء شفاعت میکنند دیگر یکی شریفان شفاعت میکنند در این حدیث قرار داده که یعنی عالم مرتبهش بین پیغمبران و بین شهیدان است. بخاطر همین این حدیث معناش همین که عالم اول پیغمبر ذکر کرد دوم بار یعنی شهید عالم ذکر کرد سه بار شهید یعنی عالم واسطه در بین شهید و پیامبر صلی الله علیه و سلم. امروز برادران ایران با چشم من میرسد که حضرت شانی قاری محمد عبدالسعید هم شخصیت عالم و حمایتگری قرآن و ظهیر و ایشان قاضی آمدن ایشان قاری را تبریک خیر قدم شده مبارک میگیم و از خدای بزرگ امید داریم که خداوند با واسطه خیر قدمی ها باز در این دیار ما و در این قشلاق ما و این مملکت ما آرامی و محبت و درستی و سعادتمندی را برای همه ما و شما خداوند نصیب بگرداند. خوش آمدید نشان کاری بزرگ. بار دیگر اشاره کنید که استاد همه ما شما چنین شخصیت ها خداوند برای ما و شما نصیب دیدن. بار دیگر از تقریبا مبارکباد میگم. سالهای گذشته عمتی بزرگوار بود که پدرشون یک شخصیت مستقی و بسیار با فیض فتوحات و با انابت و با علم و یعنی تصور بودن که از این دنیا شما جواب شده. امروز اکنه او را باز شما جواب میده. شما به حال که شما خدمت کرده در اینجا ما هم مردم خلاصی و همه مردم ایران از همه شما میندار هستیم که خدمتهای خودتون کرده توانید. برای همین غیر از این بگیم که این قبلگاه ما و این عمت رو که مقسم زکی الله اینا شخصیت‌های بودن که یعنی اینها عاشقای خدا بودن، عاشقای یعنی مکتب محمدی بودن. خدای بزرگ متعال در سوره آل عمران خبر می‌دهد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. ای محمد پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به خانه خدا رفتی، مشرکای عرب خدا را رد کردند و در گوشه‌ها و گوشوارا و از همون تخمه‌های شترمرغ که بسیار زیبا و کلام می‌شوند در بدنهای خدا کشف کردگی و یک صورت نهایت زیبا و آنها را سجده می‌کردند. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم آنها را سوال داد که شما این دوتا را برای چی سجده می‌کنید؟ گفتند اینا شابه هستند، ما را به خدا نزدیک می‌کنند. پیامبر خدا بعد در همین حالت این آیه اسراء نازل شد: ای محمد بگو مشرکین عربتی اگر شما دعوای دوستی خدا میکنید تا که پیروی پیامبر و پیروی خلفای راشدین و پیروی اصحاب گرامی نکنید، خدا هیچ دوست داشتن شما دروغ است. و خاطر همین ما و شما یعنی وقتی که دعوای محبتی به خدا میکنید باید که دوستای خدا را دوست بدارید و این هم از واجبات ایمان است. حضرت بیدین میگوید که ادبگاه محبت ناز شوخی بر نمیدارد، شبنم سر و میر و عشق میبارد نگاه آنجا. محبت الهی دوستی خدا ناز شوخی نمیدارد. این راه برادران راه جدی است. ناز خداوند بکند، عاشقای خدا باید که نیاز بکنند.
ما و شما همیشه محتاجی خودمون به خدا دایی باید که ظاهر کنیم. نگه همچه که یعنی صبح میدمد میبینی که شبنم در بالای گیاه ها ریخت و گیاه ها خم شدن، یعنی از همون خیل باید که در میجه ما آب دیده ما مرا کردگی باشد که ما باید که خدمت سوال سه که یک بار آب دیده میکنیم، آیا یک شب میشه که یک گریه کنیم که فقط اون گریه ها اون قطرهای آب دیده ما را دستگیری روز قیامت شود. برای همین میگه که مانند شبنمی که در بالای گیاه ها میبینی غوره ایستادگی هم باید که در میجای ما و شما انمخیز آب دیده باشد. در روز قیامت که خداوند از گروه که در سایه از حشر میکنند، یک کس میبید که یکی در رحمت خودش میگیرد، یک کس پادشاه عادی است. پادشاه عادی را خداوند در سایه از جایگیر میکنند. برای همین میگه که شاه را گیر بودند طاعت 100 ساله زود قدر یک ساعت عمره که در روزا بود. پادشاه یک ساعت اگر فدای مردم برسد او مرسد که از 100 سال طاعت عبادتی دیگر را بزرگتر است، ثوابش زیادتر است. و خاطر همین امروز الحمدلله اینقدر محبت دوستی ما همه اون صلح و وحدت و امنیت دوستی الحمدلله که امروز باز یک آسوده حالی داریم، یک محفل هم دیگر را می‌بینیم. باید که نعمت خدا را شکر کنیم و دعا کنیم که باز هم خداوند برای ما خوبی و بهتری در دین و در دنیا برای ما عطا کنه و پیش سرداران دولت را نسبت به ما و شما باز مهربانیشون نسبت به دین زیادتر بگردانه. برای همین میگه که دیگر شخصیتی که در سایه عرض نسبت کیست رجل قلب و معلق بالمساجد، انسانی که دیرش تا مسجد آویزان است، خانهش میرود، مسجد میرود، نماز میخواند، از مسجد میبراید، خانهش میرود، باز در این قیمت یک از مسجد را. این هم در سایه عرض یا در سایه تحقیق خدا میشد. سیم انسانی که در سایه عرض میشد و شاب نشاء فی عبادت الله، یک جوانی که در طاعت عبادت خدا کلان شدگی باشد، از 12 سالگی نماز فرض کردگی نباشد. دیگر شخصیتی که در سایه عرض میشد رجلان صحابه فی الله اجتماع علیه و تفرقا علیه، دو انسانی که محبت دارن به یکدیگر به خاطر خدا به خاطر دین در غایب خاطر یکدیگر، یعنی در پیش محبت دوستی دارن وقتی خواهشی باز محبت دوست دارن. دیگر انسانی هست که ورجل ذکر الله خالیا ففاضت عیناه، یک مردی که خداوند در خلوت یاد میکنه ذکر میکنه آب دیدش میریزد، آنانی شخصیتا در سایه عرض میشد. اون آب دیده در روز قیامت شاهد میشود، نمیگذارد که صاحبش به دوزخ برود. برای همین حضرت جلیل عجایب گفتند ادبگاه محبت نام شوخی بر نمیدارد، شبنم سر به مهربانش میبالد نگاهان را. یعنی آنها که عشق را کدام انسانی که در دیده خودش مهر میکنند اون انسان چشمی تر دارد در روز قیامت و چشم گریده است، مگر او چشمی که در دنیا از سمت خدا گریستگی باشد اون نمیگرید. آن چنین شخصیت در سایه عشق در سایه رحمت خدا جایگیر است. لیکن در اینجا گفته که ادبگاه محبت یعنی محبت خدا دوستی خدا هم ادب دارد. حضرت موسی علیه السلام که در بیستم کشتر رفت برای خود جبران به خدا خیلی نعل آشرف کاشاب رفت خدا فقر علیک ایوان سب نعلا کرده بست آداب در رعایت کن. و خاطر همین و انسان هست که آداب در قدم میکنن در درگاه خدا در دینشون آداب در قدم میکنن به آدابی رو دیشون نمیدینن و انسان ها در پیشگاه خدا خیلی مرتبات و فضیلتی زیاده دارم. برای همین برادران گرامی اگر کسانی که
نازکی به بزرگان خود در تمام نقاط جمهوری مشهور است. یک شخص بزرگوار حضرت قبلگاه ما و پیش خدا سفر کردند. خدا سفرشان نیک بگرداند. من از حضرت قبلگاه چیزهایی را میدانم که اگر بدون شاید کسی باور نکنند گناهکار میشوند. سالهای طالبی من بود در خانه حضرت قبلگاه 35-36 تا خردسالا 40 نفر تعلیم میکردیم. هر روز به ما طعام تیار کرده از خانه میآورد میداد. مردم میخوردن غذا میگرفتن بعد رخصت رفتن میداد. بزرگوار حضرت مولوی جنونی رحمت الله علیه میگوید که هر سحر بر خدمت جبار کن، بعد خدمت گر توانی گریه بسیار. گریه و زاری عجب سرمایه درگاهی اوست، هر دم صبح سعادت خویش را بیدار. ای دیر هر سحر بر خدمت جبار. حضرت قبلگاه ما هر سحر میخستند خدمت جبار الله تعالی جل و علا شأنه را میکردند، اما گریه بسیار هم میکردند. حضرت امروز به سبب مرگ دنیای فانی را پدرود کردند. حضرت قبلگاه محکننده بسیار بدعت ها در بین مردم بود. مردم هدایت میکرد. دایم تشویقات و ترغیب و صلات نماز جماعت میکرد. محفل دوست میداشت. در محفل ها میرفت. در کدام محفل قبلگاه حضرت قبلگاه حاضر میشد، در اون مجلس در اون محفل حتما امر معروف و نهی منکر میشد. افسوس که امروز از بین ما رفت. زیرا که شاعر میگه که بعد از رفتن گل ناله بلبل چی شد؟ زیرا که بکف رفت آن حجره مقصود از بین رفت. قسم میخورم والله که بار گفت که ملا صوفی بچه تو من کم شناخته دیگران نشناختند. بعد از مرگ من مردم تأسف میخورند که ایشان حاضر چرا ما به تو ننشستیم، در صحبتتون نبودیم، با تو باره همراهی نکردیم. و من گفت که ملا صوفی بچم تو بچه میگو. من یک برادر مومن دعوت میکنم میرد، بعضی ها میگن که کجا میرد؟ از برای خدا گفت ای ملا صوفی بچم من به خاطر دنیا نمیرم، به خاطر آن میرم که آن برادر مومن خفن نشود. در لحظات آخر حیاتش قاری عبدالمبین پسرشان و گواهی و سید اشرف نبیرشان که گفت است که ای قاری بچم این از مردگری من نیست که من کسی را نبخشم در دوزخ بسوزد. همه مردم و همه کسانی که به من داد و گریدن همه‌شه بخشیدم و گذاشتم. انشاءالله عزوجل به کلمه شهادت بلند یا الله جل جلاله گفته است جان مبارک حضرت قبلگاه ما به جان آفرین تصمیم کرده است. دوستان عزیز و گرامی، زیاده از 20 سال علم فقه مفهومگی درس میگفت، زاهد بود، عابد بود،
از زبان حضرت ایشان عبدالرحمن جان علیه رحمت خودم شنیدم که گفت که مقسم کلام بسیار شخصی با فضیلت است. ما فضیلت های این حضرت قبلگاه دیدیم. امروز اکنون دنیای فانی را تدروس کرد. بالله من الشیطان الرجیم. در حدیث امام طبرانی است و حدیث صحیح است. حضرت عبدالله ابن عمر است یا ابن عباس امیاری و اول برخان میبخشد من که اخیستر من کار نمیکنم دامنهای عزیز منم میبخشد. میگه که و اذا رأیت رجلا يدعو على المساجد تشهد له بالإيمان استعيذ بالله من الشيطان الرجيم فيقول الله تعالى إنما يعمرون مساجد الله من آمن بالله ويوم الآخر إلى آخر آیات. پیغمبر گفت که شما هر وقتا که دیدید که یک مرد به عهده خود گرفته ساختن مسجد را گواهی بدهید که این شخص ایمان دارد و در پس این که الله تعالی میگوید در قرآن عظیم و شان در سوره توبه که جز از این نرسی مساجدها را بنا میکنند همون کسانی که ایمان به خدا و روز قیامت دارند. ایشان قاضیان این مسجد زیبا و خانه‌هایش شما میبینید برابری همین شخص بنا شده بود. خدا حضرت قبلگاه حکایت کردی از کجای آمدم که حضرت داملا محمد شریف علیه رحمت با عصای خود در همین تپچه خاک استادگی هست. به خود قسم خوردم که ای داملا تا همین جرا دوست می‌داریم. اگر من همین جرا آباد نکنم سر من در زیر خاک خنک پوسیده باشد. الحمدلله که آبادش کرد. مسجدی که در ناحیه بنا کرد اینا که داملا مفیدین همین جهت میداند. ماها و هفته ها در همون جفا رفته همین خیل مسجد شاید که در یگان جای جمهوری بنا شدگی نباشد. برابری حضرت قبلگاه بود. انشاءالله که حضرت قبلگاه یکی از شخصیت های بود که سری تحتر اولی شده در دره مجسر حضرت قبلگاه برهم داد، جنگ کرد، گفت به مردم دعوت کرد، بسی سیاست کرد که همین کاری از بین بیرود به شکرانه الهی که رفت از بین رفت. در بسیاری کارهایی که بدعت آمیز بودند ضد بدعت بود، ضد مکروه و کارهای حرام بود. محفل ها را دوست می داشت. خدا رحمتشان کند. انا لله و انا الیه راجعون. این مصیبت فقط فرزندان حضرت قبلگاه نیست، مصیبت در اخلاق مصیبت تمام مسلمانان ناحیه نوآباد مصیبت اداره اسلامی فرهنگ و اسلامی جمهوری تاجیکستان قبل در روی خطی بوده. این مصیبت برای ما چنان دشوار آمد که بیاد یک کوه حضرت قبلگاه در دین چنان سخت بودن که در دین همچون شبیدن یک کوه این کوه در دیار ما کوه کارد است. از این دلیل حضرت قبلگاه سخت بود. اکنون در پیش این محل کنان الحمدلله یا بل عالمی برحمت که ارحمت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. السلام علیکم محترم جماعه حاضری، پدرای عزیز، امامان عزیز، من از نام خود و از نام همه شما و از نام بخصوص مردم ساکن ناحیه نورآباد، اهل بیت خاندان حضرت قبله‌گاه ایشان معصوم رحمت الله علیه را برای این روز مصیبت از خداوند برای اهل بیت این خاندان صبر جمیل تمنا دارم که پروردگار به اهل بیت این خاندان در مقابل این مصیبت پروردگار صبر عطا کند. این مصیبت است، نه اینکه این مصیبت به اهل بیت این خاندان، نه اینکه این مصیبت به مردم ساکن همین دره مجخر، بلکه نه به مردم نورآباد، بلکه این مصیبتی کسی است که در قلبی و یک ذره ایمان است. زیرا اینکه امروز ما شخصی را از دست دادیم عزیز که شخصی را از دست دادیم که همیشه در زبان وی کلمه توحید، کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله بود. امروز ما شخصیتی را از دست دادیم برادرای عزیز که همیشه در زبان وی مثنویات آیینی یعنی توحید آیینی صفتهای پروردگار بود. امروز برادرای عزیز ما شخصیتی را از دست دادیم. امروز در دین مبین اسلام یک رخنه پیدا شد برادرای عزیز، زیرا اینکه احادیث پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم دلالت به آن میکنند که وقتی که یک عالم از دنیا گذشت در دین یک رخنه پیدا می شود که اون رخنه هرگز با هم دیگر نمی آید، ساز نمی شود مگر اینکه در روز قیامت. امروز برادرای عزیز مردم مسلمان یعنی مردم مسلمان این رخنه را به خود جای دادند. الهی پروردگارا حضران با رحمت و مغفرت کند. یعنی حضرت قبله‌گاه ایشان معصومه که حالا که من حاضر شاهد بودم، یعنی وقتی آمدیم ما خیر خوش به حضرت قبله‌گاه کردیم، وقتی که چهره حضرت قبله‌گاه هم میبینی، چهره حضرت قبله‌گاه هم میبینی، وعده های پروردگار به خاطر می آید. خداوند وعده داده است که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظیم. پروردگار مهربان ضمن آیه تلاوت شده چنین فرموده است که کسانی که در این دنیای دون عمل به خداوند یک و یگانه ایمان آوردند و در برابر عملی صالح کردند، در برابر عملی صالح خیر احسان و یعنی یاردن همسیا و پیشروی ها نسبت دین مبین اسلام کردند، آنها بهترین گروه هستند، بهترین قبیله هستند، بهترین انسان هستند. جزای آنها نزد پروردگار
جنت‌های هست در روز قیامت، باغ و بستان جنت‌های هست که جاری می شود از زیر جنت‌ها نهرهای خوشگوار. و اینچنین پروردگار از این گروه راضی است و اینها هم از پروردگار راضی هستند. من انشاءالله باوری کامل دارم از دیدن حاضره چهره حضرت قبله‌گاه خداوند از این راضی است و ایزن از خداوند راضی است. این برای کسی است، این مشته برای کسی است که در این دنیا از پروردگار ترسیده است. حضرت قبله‌گاه یک شخصیتی بودن که در این دنیا همیشه در زبان وی کلمه توحید، همیشه نصیحتی وی از آن جمله که ما شاگردان وی بودیم، ما همکاران وی بودیم، همیشه ما را نصیحت میکرد. بچم ملا محدین، بچم ملا خدایدار، همیشه نصیحت میکرد. شما کاری کنید که یعنی مردم را با دین مبین اسلام با طریق ریز با یک طریق نرمی و ملایمی مردم را دعوت کنید، با مردم سختگیری نکنید. دایم نصیحت میکردن. امروز برادرای عزیز این گونه شخصیتی بزرگه ملت مسلمان از دست داد. امروز هر یک انسان باید کوشش، هر یک انسانی که در قلب وی نور ایمان است و نور اسلام است باید با از دست رو هدف انسان از سر رفت نتان خوبی های انسان معلوم می شود. اکنون برادرای عزیز تا امروز خوبی های حضرت قبله‌گاه، خوبی های حضرت نشان معصوم امروز معلوم شدن. اکنون از اینجا امروز پس بسیارتر معلوم می شود. لکن برادرای عزیز یک خصلت نیکویی حضرت قبله‌گاه باز این بود که همیشه ما یعنی کارکنان خود را و همیشه ما شاگرداش دلالت به آن میکرد و در معرضه‌هاش دلالت به آن میکرد برای دستگیری یعنی قانون‌های جمهوری تاجیکستان، قانون‌های در قانون جمهوری تاجیکستان و آن قانون‌هایی که آیدی یعنی قانون جمهوری تاجیکستان آیدی اتحادیه دینی و آیدی تعلیم و تربیه فرزند برای پدر و مادر و آیدی قانون‌های تنظیم عمل و جشن مراسم‌ها. وقتی که قانون‌ها اگر حکم قراری نگرفتن همیشه در معرضه‌ها برای تعلیم و تربیه فرزندان یعنی نصیحت میکرد. یعنی یک خصلت‌های نیکویی حضرت بود. یعنی یکی از دیگر خصلت‌های نیکویی حضرت نشان معصوم این بود که خدا رحمتش کند. پروردگار و با این خصلت‌هاش یعنی جنت الفردوس مقامش بگرداند. یکی از اون این بود که بسیار عالم فقه بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم میگوید که و من یرید الله به خیرا یفقهه فی الدین. حبیب خدا گفتند کلام انسانی را که پروردگار به او خیر بخواهد او را دانشمندی در علم فقه میگرداند، او را دانشمند میگرداند. یعنی خداوند به این خیر خواسته بود که حضرت نشان معصوم بسیار عالم فقه بود. باور کنید در همین سال 86 87 سالگی باور کنید چنان مثنوی ها از یاد میکرد، چنان مثنوی های پند و نصیحتی میگفت که یعنی در حیرت میموندی که خدا هزاران با رحمتش کند. حضرت ابن سیرین میگوید که یکی از خصلت‌های حضرت یعنی نشان معصوم امین بود که بسیار علم فقه خوب میدانست و بسیار دوست میداشت و بسیار گوش کردن امر معروف و امر معروف کردن را هم بسیار خوب نقد بدانست. حضرت ابن سیرین میگوید که من در مسجد بصره در آمدم، در داخل مسجد من 2 حلقه دیدم. یک حلقه وعظ بود و دیگر حلقه مطارح مسئله های اسلامی بود. حضرت میگوید که من فکر کردم که اگر من
در حلقه وعظ بشینم یا اینکه در حلقه یعنی مطارح مسئله های اسلامی بشینم که اون مسئله ندیده باشم یعنی بشنوم. خلاصه در دل گذراندم، اما متاسفانه که من در یگان حلقه نشستم و از این دو حلقه گذاشته در گوشه مسجد نشستم. وقتی که در گوشه مسجد نشستم و ناخواست مرا خواب آمد و کسی آمد مرا گفت ای ابن سیرین برای چه تو در حلقه مطارحی مسئله های فقهی ننشستی؟ زیرا اینکه در اونجا جبرائیل علیه السلام با همراهی 70,000 ملائک اشتراک کرده بود و در آن محفلی که و در آن حلقه که جبرائیل علیه السلام یعنی اشتراک کرده باشد و کسی در اون محفل اشتراک نه، او انسان نیکبخت است و نیکوکار است و نیکبخت است و خداوند او را از جمله نیکوکارا خواهد کرد. یعنی حضرت ایشان مقسوم هم که خدا هزاران با رحمتش کند همین خصلت داشت که میخواد که در محفلی که او را دعوت میکردن در همون محفل یعنی حتما امر معروف و نهی منکر، حتما یک مسئله های شرعی یعنی محاکمه کرده شود. برادران عزیز، امروز ما این مصیبت از سر گذراندیم. همگان دعا میکنیم پروردگار خدایا جنت الفردوس را مقامی حضرت قبله شان مقصود بگرداند با این خصلت های نیکوی است. دیگر برادران عزیز، امروز دین مبین اسلام ما یک پایه خود را گویا از دست داد، زیرا اینکه حبیب خدا میفرماید قوائم الدنیا اربعتون علم العلماء. پیامبر علیه السلام میگوید ستون این دنیایی که امروز ما و شما در این زندگی داریم، ستون این دنیا 4 است. یکمین ستون دنیا این علم علما بوده، این درسی مدرسا بوده، این تعلیم همین مدرسا، تعلیم دادن قاریا قرآن در قانون مسلمان، یعنی این عبادت کردن یعنی شیخ‌ها و بزرگ‌ها که شب تا بروز عبادت میکنن، سبحان الله میگن، نماز تهجد میخوانن، این یکی از ستون‌های یعنی دنیا بوده. برادرای عزیز نباشد امروز برادرای عزیز در این زمان فساده، زمانی که در یک شب تا بروز در تمام ناحیه‌ها و دیگر جاها اینقدر زناکاری، اینقدر دروغگویی، اینقدر فریبگری، اینقدر فسادی است برادرای عزیز. الله بسیار الله مهربان است که این دنیا را قبیده است. شاید که همین دعای همین شیخ‌ها باشد، شاید که دعای همین بزرگان باشد، همین دست علماها باشد که خداوند این دنیا را قبیده است. ولولا العلم العلماء لهلك الجاهلون. حبیبی خدا گفتند اگر علم علما نباشد، اگر درس علما نباشد، جاهل ها همه هلاک می شود. امروز در بین بعض مردم عامه یعنی بسیار همین سخن هست که بین ملا هست بخش ملا هست. البته این خطا است برادرای عزیز. ملاها و دانشمندان و علماها محنت به کدام خاطر کردن؟ به خاطر ما و شما کردن، به خاطر آن کردن که ما و شما را به سوی راه راست یعنی هدایت کنند، به خاطر کردن که ما باید که یعنی تاریکی را از روشنی فتح کنیم. به همه خاطر است برادرای عزیز. ما باید که این سخن نگوییم، ما باید که به داشتن علماها و دانشمندان بسیار شاد باشیم، زیرا اینکه دانشمندان و علماها این چراغند، اینها یک نور هستند در مابین ما و شما. اینها امانت هم پروردگار اینها در مابین ما و شما امانت گذاشت. امروز حضرت قبله‌گاه شان مقسومه پروردگار در مابین ما یعنی امانت گذاشت. یکی از خصلت‌های حضرت ایشان مقسوم این بود که در دوام 20 و 25 سال در این سین پیری فکر نکرده برای ناحیه ما یک مسجدی با حشمت، یک بگید
کوش که برای جنت برای خود در ناحیه ما تمام کرد. باور کنید یک مسجد هست که تمام دیوار وی ای تنگ است. انسان وقتی که وارد این مسجد میشود حلاوت میبرد. همه این به سعی کوششی حضرت قبله‌گاهشان مسجد. باور کنید شبها خواب نمیکرد. باور کنید یعنی اتیاقش عصایش در دستش شبها درگیر دیوارها میگشت. بسیار خدا را دارا میکرد که پروردگار کی باشد که این مسجد یعنی به اتمام برسد، تمام شود. البته حضرت ایشان مسئول تمام مردم ناحیه نورآباد، خب ما مردم ناحیه نورآباد ای حضرت ایشان قاضی بسیار منتدار هستیم که خدا هم از این راضی است. انشاءالله این از خدا راضی میشه. اکنون برای ما و شما یک صدقه جاریه کرد. حضرت طبرانی یک حدیث دارن روایت میکنن وعن النبی صلی الله علیه و سلم اذا مات الانسان انقطع اعماله الا من ثلاث. حبیب خدا گفتن هر وقتا که انسان از دنیا گذشت عملهای او باطل میشود. وقتی که انسان از دنیا گذشت دیگه انسان نماز خواندن نمیتواند، دیگه انسان عبادت کردن نمیتواند، دیگه انسان سبحان الله گفتن نمیتواند، مسجد را کردن نمیتواند. همه عمل انسان یعنی بریده میشود. اما حبیب خدا گفتن استثناء کردن که الا من ثلاث، مگر سه کار انسان یعنی بریده نمیشود. صدقه جاریتون، صدقه جاری کرده باشد. صدقه جاری از انسان قد نوشته است برادرای عزیز. اگر انسان خود جانش قد نشیده است صدقه جاری و قد نشیده است. آن مسجدی که بنیاد کرد، آن مسجدی که در بنیاد او سهم گذاری کرد، آن آبی که برای مردم آورد، مردم تشنه که آب نداشتند، آن مکتب و مدارس هایی که محتاج به تعمیر بودند تعمیر کرد، آماده ساخت. آن کتاب و آن قرآن هایی که به طالبان خرید و اینها چیزهایی هستند که از انسان هیچگاه یعنی بریده نمیشده بدستند. دیگر چیزی که از انسان بریده نمیشده است او ولدن یدعو له بالخیر، یا اینکه فرزندی که از او مانده باشد که در حق او دعای خیر کند. دومین چیزی که از انسان بریده نمیشده است برادرای عزیز، امروز فرزندان فرزند تعلیم کنید که در آینده برای شما دستگیر باشند، در آینده موافقی وقتی همین حدیث پیغمبر خدا برای شما دستاورد باشند. یا اینکه دومین چیزی که از انسان میمانده است فرزندی که در حق او دعای خیر کند. فرزند باشد که نمازخوان باشد، در یک روز 5 بار نماز بخواند، در نماز بگوید که اللهم اغفر لی و لوالدی، ای خدا مغفرت که برای من، برای پدر و مادر من مغفرت کن. انا بهترین چیز، بهترین صدقه، بهترین صدقه که پدر این ماند و یعنی خود برفت اما این باقی است برای این اخلاق نیکویی هم در حضرت قبله‌گاهی یعنی دیده می شود. الحمدلله فرزندهای حضرت قبله‌گاه فرزندهای هستند که نه اینکه دعا بلکه همه عالم هستند، یعنی تعلیم دهنده هستند، در برابر که دعا کنند تعلیم میدهند. همه انشاءالله همه وسیله این مزد این ثواب این اجر این پروردگار یعنی در آینده به حضرت قبله‌گاه داده می شود. سومین چیزی که پیغمبر خدا گفت از انسان باقی میماند او علما ینتشر به، دیگر سومین چیزی که از انسان میمانده است یعنی علم بود است که یعنی مرنده عالم بود، یعنی شاگرد بسیار تعلیم داشت اما خود برفت، اما شاگردهای وی علمی و شاگردهای و یعنی باقی موندن. این بهترین سومین چیزی است که از انسان یعنی قطع نمیشده است. و دعا میکنیم پروردگار خیر احسان، پروردگار مقام قبله‌گاهی حضرت ایشان معصوم جنت الفردوس بگرداند.
پروردگار این خدمت هایی که در اسلام کرد، خدمت هایی که برای جامعه کرد، خدمت هایی که جامعه مجبور کنند، این همش به خاطر پیشروی جامعه بود، به خاطر پیشروی دین مبین اسلام بود که پروردگار خدمتاش قبول کرده باشد. رضی الله عنهم و رضوا عنه، که خداوند از او راضی باشد و این از خداوند راضی باشد، که پروردگار مقام حضرت جنت الفردوس بگرداند. به همین خاطر است که برادرای عزیز و گرامی، و من یک حدیث پیغمبر خدا است که و ما من مؤمن یحزن بموت العالم الا كتب الله له ثواب الف شهید و الف عالم. حبیب خدا میگوید کدام بنده مؤمنه که به مردن یک عالم اندوهگین میشود، پروردگار برای او، خداوند برای او در نامه اعمالش ثواب 1000 شهید و ثواب 1000 عالم در نامه اعمالش کتابت میکند. امروز برادران عزیز، ما مصیبت داریم که یعنی در دین ما یک رحمه، یعنی یک عالم، یک متقی، یک شیخ، یک پرهیزگار، یک شوسنده‌دار ما، یعنی از بین ما و شما را خشا به حال هم خیلی عالم، خشا به حال هم خیلی قبلگاه، خشا به حال هم خیلی نفره که یعنی چیزهای بسیار از خود ماند و برند. اکنون برادران عزیز، بعد او ما و شما همه اینها را ببینیم. هر وقتی که ما و شما مسجدی حضرت قبلگاهی را ببینیم، حضرت قبلگاهی بسیار تر خاطر ما و شما میزند. هر وقتی که ما فرزندای عالی تیار کرده او را ببینیم، هر وقتی که این مسجدی که در اینجا حضور داریم این را ببینیم، حضرت قبلگاهی بسیار بخاطر من. اذا مات الانسان ظهر حسناته، انسان وقتی که از ماینا بعد خوبی های وی معلوم می شود. به همین خاطر برادرای عزیز، در اینجا علماها بسیار حضور دارند. من به همین خاطر حق حضرت دعا میکنم، پروردگارا خدایا بنده نوازا، حضرت قبلگاهی ایشان مقسوم پروردگارا که این دنیای دون رو پدرو گفت و به قیامت سفر دارد، خداوند و سفرش را به خطر بگرداند. پروردگارا مشکلات های آینده را به این حضرت آسان بگرداند. پروردگارا این عملهای صالحه که در این دنیا انجام داد، اینها را وسیله روز قیامتش بگرداند. پروردگارا مشکلات ها بخصوص مشکلات شب اوله، پاسخ سؤال ملائکی منکر و من ربک و ما دینک و من نبیک را آسان بگرداند. پروردگارا خدایا بنده نوازا با اهل و بیت خاندان، با فرزندان حضرت در این مقابل این مصیبت، عموما به همه شما مسلمانان که در مصیبت گرفتاره، پروردگار به همه ما و شما صبری جمیل در مقابل این مصیبت عطا بفرماید. و آخر دعوانا ان الحمدلله. که بسیار فاجعه بود، بسیار گناه‌های وزنی شما می‌دانستم. در یک محفل بعضیا تنقیدش کردن، ما یک چی گفتیم، شب آمدم که خواب دیدم، آمد پیش شما همون سرش هر دو پرش چکرم. گفتم چیکار کردی؟ گفت کی خیلی کرد؟ گفت تو کردی. ما در روز این برای ما خیلی پانشید که ما برای فاسقی و گپ زدن دیگه فایدهش نیست. اگر ما بتوانیم باید در حیات مردم هدایت کنیم. اگر که نتونستیم پس از مرگ باید که ما این چیز ذکر نکنیم، زیرا که در سوره فرقان میگه که اذا مروا باللغو مروا کراما. انسان‌های متقی بنده‌های خاص خدا و انسان‌هایی هستند که وقتی که به یک کاری لغو گشتن رفتن باید که کریمانه بروند، یعنی یکان قسم به حالی تأخیر قرار ندهند،
بینن کسی که در گناه و در فاجری رفته اونا را هدایت کنن، نه اینکه اونا را محلی تحقیر کنن. اونا خدا میتوانید که ما و شما را مانند یا شرابخور در قدی کوچه ها خواب و این کارا را میکرد، اما را با اون صورت نکرد. و خاطر این ما را تحقیر باید نکنیم، اونا را هدایتشون کنیم. متاب پارسا روح از گناهگار و بخشایندگی بر وی گذر کن. اگر من ناجوان مردم بدکردار، تو بر من چون جوان مردان گذر کن. اگر من یگان کرداری خوب نشناسم، تو همچون جوان مرد با من گذر کن، من تحقیر نکن. امروز برادران بسیار علمان میندار هستیم از آن مردم که صفتهای خوب پدر بزرگواری منم میکنم. در حقیقت این شرعی است، زیرا که میگوید یک جنازه گذشت. حضرت عمر رضی الله عنه روایت میگه که راه پیامبر خدا ما نشسته گردیم یک جنازه گذشت، ثنای خیرش گفتن، آدم خوب است، صفت بسیارش کردن. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتی واجب است، گفت واجب شی، لازم شی. باز یک جنازه دیگر گذشت، باز همین صفتی بدش کردن، گفتن آدم فاجر و گناهکار بود. پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم گفتی واجب است، واجب شی. بعد از آن حضرت عمر رضی الله عنه گفت در حیرت افتادم، پرسیدم سوال کردم یا رسول الله ما واجب است، چی واجب شد؟ گفت این شخصیتی را که ثنای خیر و تعریفش کردن، کارهای خوبش گفتن و مردم خوبش گفتن، این واجب است له الجنة، به هیچ برای او لازم شید، یعنی به هیچ چی. و این شخصیتی را که کاری بدش گفتن واجب شد برای این نار که دوزخ لازم شید. انت شهداء الله فی الارض، ای مردم شما شاهدهای خدا هستین در زمین. و ما خاطر ما هممون یک جای شهادت میدیم که ایشان خودی شخصیتی بزرگ با فضیلت، با معرفت و با هدایت، با تقوا و لباسش لباسی تقوا بود. برادران عزیز، سخن را به خطیب یعنی چی نام دارم حضرت؟ جمله یار محمد میدیم. در وقت باز یک صحبت به شما میکنم. ما و شما باید که بسیار دقت کنیم انشاءالله از اینان، از علمشون و از هدایتشون و از تقواشون باید که بهره شویم، زیرا که المؤمن و مرآت آخی المؤمن، مؤمن آینه برادر مؤمن است. مرحمت برادر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد حمد بر خدا و نعت بر رسول. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم جماعه اهل اسلام، برادرانی از دور و نزدیک آمده، از نام خود و از نام گروه علماء اینجا نشستن، همه شما را خیر مقدم میگوییم. و چنانچه این اعلای علم حضرت ایشان قاضی رحمت الله علیه را بسیار صفتهای خوبی کردند، الحمدلله این به همه ما و شما شاهد هستیم و خوب و نظم میدونیم که حضرت ایشان قاضی رحمت الله علیه از روز تولد، از زمان خردسالی تا به این زمان خدمت دین پاک اسلام را کردند و خداوند بزرگ جل و علا اون خدمت‌هایی که حضرت ایشان قاضی کردند ذخیره قیامتشو بگرداند و خداوند از تقصیراتو در بگذرد و این فرزندای صالح و صالحه که از خود باقی ماندن این شاهدی حیات و زندگی حضرت ایشان قاضی بزرگوار است. و البته به همه ما و شما معلوم است این داملاهای اینجا صحبت گفته دارند، اینها بسیار محنتی بزرگی کردند، چون که جناب پیغمبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث پاکشون می‌فرماید بنی الاسلام غریبا و سیعود غریبا. البته قومای عزیز این اسلام معزز و مکرم به آسانی به دست ما و شما نآمده است. به بالای این
5 قوت کلبچه نشستن یا به این ناز نعمت‌هایی که در پیش ما مهیا است به این به دست نآمده است. البته این اسلام عزیز و مکرم اونقدر عذابها مشقتها اهل اصحاب رضوان الله تعالی اجمعین جانهای پاک از دست دادند، زن و فرزند نگفتند، مال و وطن نگفتند، در راه خدا جانبازی ها کردند که امروز ما و شما به کلمه پاک لا اله الا الله محمد رسول الله مشرف شدیم و ما و شما صاحب مسجد، صاحب مدرسه ها و صاحب تعلیم اسلامی شدیم. اینا هم باشند الحمدلله بسیار مشقت های در این راه کشیدن و باید که ما و شما این اسلام معزز و مکرم که 1400 سال زیادتر به ما و شما ساق سلامت رسیده است، باید این ساق سلامت این اسلام معزز و مکرم را نگهبانی کنیم و به فرزندهای خود ساق سلامت بسپاریم. چون که به ما و شما معلوم است امروز نه همه بلکه بعضی فرزندهای ما و شما چنان یک دامنه های بزرگی قید کردن دست بچه کارهای میزنن. این مسجدها البته به آسانی به دست نآمدند. این مسجدها را ما و شما باید به تسبیح و تهلیل، به نماز جماعت، به امر معروف نهی منکر و درس‌ها آباد بداریم و فرزندهای ما و شما حالتی که به مملکت‌های دوردست به سفر مهنتی میرن باید که ما و شما چیکار با اونها آگاهی بدهیم که ملت را، اسلام را و وطن تاجیکستان عزیز را بدنام نکنند. این در بسیار ما و شما معلوم است که در بعض نه همه البته بعض فرزندهای هستند که دست به فساد، دست به حرام میزنند. خود آیه پاک قرآنی است استعیذ بالله یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. در این آیه پاک قرآنی الله مهربان و ما و شما بندگانش در باب خمر 4 آگاهی با این آیه مبارک است و امروز به ما و شما معلوم است که بعض فرزندهای ما و شما این مهنتی که پیشواهای ما و شما، این مهنتی که از زمان جناب پیغمبر تا به زمان ما و شما آمد رسید با 5 دقیقه و 10 دقیقه ایمان از دست داده ایستادند. چقدر فساد به اوج علا رسید نه در همه جا. برای همین پدرای مهربان چنانچه که امروز حضرت ایشان قاضی رحمت الله علیه را چند ساعت بار صفت نیکی کرده ایستادند، باید ما و شما کار کنیم که بعد از سر ما و شما را صفت نیکی کنند که به ما و شما دخول جنت واجب شود. همین است که بزرگی گفت از فرزندی خوب باغی پدر، فرزندی بد داغی پدر. البته این وظیفه پدر مادر بودن بسیار وظیفه سنگین است. باید ما و شما کار کنیم که این فرزندان را که خداوند امانت به ما و شما داده است در کتاب مقدس قرآن عظیم الشأن اعلان نموده است استعیذ بالله یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء ذکور او یزوجهم ذکرانا و اناثا و یجعل من یشاء عقیما. ای پدران، ای مادران، شما آگاه باشید ما هستیم که هر کی را بخواهیم فرزندی دختر عطا میکنیم، ما هستیم هر کی را بخواهیم فرزندی پسر عطا میکنیم، ما هستیم که در یک رحم هم پسر هم دختر جای میدهیم، ما هستیم که هر کی را بخواهیم به ذریه و به نسب عقیم به فرزند میگردانیم. امروز چنانه که حضرت ایشان قاضی را خدا رحمت کنه فرزنداش صفت نیکی میکنند، ما هر یک کدام در نفس خود و در فرزندای خود نظر کنیم چگونه فرزند تربیت کرده ایم، چگونه فرزندان در جامعه داده ایستادیم. انا همین قدر این نعمتی بی‌بهایی که فرزند به ما و شما خدا داده است، این قدرش از اون کسان احترام میکنیم که الله مهربان به اونها فرزند نداده است. از روی البته ما گناهکار کرده نیستیم، از روی بی‌حیایی و رفتارهای غیر قانونی شرعی بدن زنها و مادرها و خواهرهای ما و شماها است. برای همین در خیلی بعض خبرها در مملکت‌های فدراسیون روسیه به تعداد مسلمانان به 20 میلیون رسیده است.
در تاجیکستان عزیز ما 14,000 دست به کفر زده ایستان، نعوذ بالله. برای همین ارزوی سستی ما و شما است. به همین خاطر پدرای مهربان اینجا البته علما و استادا بسیار هستند، همین قدر ما از شما التماس التجا داریم که فرزندان را جاهل نگذارید، نصیحت جو باشید، هوشیار باشید. اینک باز بزرگاه هستند، سخن به این بزرگاه و پیشواهای دین میدن. خداوند بار دیگر دعا کنیم حضرت ایشان قدرت خدا رحمت و مغفرت کنه و خدمت‌های در دین کرده که ذخیره قیامتش بگرداند. فالله خیر حافظه و رحمه. تشکر داریم. برادر گرامی، مقصد که یک دعا میکنیم به خاطر اینکه بعضی طرفی میرن، لیکن انسانایی که عاشق صحبت هستن و کتاب خدا و سنت، این صحبت دوام شده، این مقصدی قطع کردنش نیست و علما صحبت میکنن. حالا یک دعا کنیم. اله رحمت دریای عام است، از آنجا قطره ما را تمام است. اگر آلایشی خلقی گناهگار فروشوی از این دریا به یک بار، نگردد تیر آن دریا زمانه، ولی روشن شود کار جهانه. آمین یا رب العالمین. برادر گرامی، در مسجد ملاوانه راست کردگیان یک قشلاق نزدیکمون با مهمانایی که در بیرون باشن، اونا اونجا هم برون میشود. و دیگر چیزی است که برادران بسیار علما صحبت‌های عجیب کردن، لیکن من ایشان خاضی را قطعی صحبت کردم، بسیار مینداری کرد، گفت لذت حیات ما در 20 سالی دستگویم دیدم. دیگر همه که در مساجد خدمت کردم دیدم، لیکن یک آرزوی دیگر داشتم که یک مسجد دیگر در همین درای مجخر کنم و تمام ملت مردم یک متحد سازم. اما کدام عامل‌های در این جنبه بود که این چیزا صدی راه شدن نماندم. من باوری دارم که ایشان قاضی این چیزا در روز قیامت معلوم شود، به حق بود، حق جانب حق دارد. اگر این جان صاحب نشید در آخرت اون چیز صاحب می شود. حضرت رحمت به این قدر گوش کنیم و به این قدر محبت کنیم و پروردگار کریم چگونه که ایشان قاضی در زندگی و حیاتش فیض و برکات داشت، همه شما را همه صاحبی فیض و برکات کنه. و الله مینداریم دعا میکنیم در حقتون، فرزندان صالح و امیدواران از جمیع آفات برام نگاهشون بداره، برای ملت و مردم صلح و امنیت خداوند بیارد. این نعمتی بزرگی که به تشبثی رئیس جمهور کرد الحمدلله بسیار این قدر صلح و قدر چیز این روز سخن و آزاد جفته میتیم، آزادی در وجدان، آزادی در سخن و دیگر این نعمتهای خدا شکار نکنیم. روز بسی انسان از یک قشلاق به قشلاق که از اینجا به شهر به جایگاه رفتن میتیستن، امروز الحمدلله این روزی نیکی و نیکبختی و محبت دوستی و پافشاری سردار دولت برای ما شما نصیب روزی که خداوند اونهایی که در تو رایگات رو در همه نیتهای خیرشون موفق کنده. پروردگار شما چی مقصد دارید، چی نیتی خیر دارید، بازر فرزندان خود و حیاتون به مقصدتون برسید. الها که شما قدمهای خدا علمت داشتید، خداوند قدمهای شما را ذاتش زب آزاد کنه. آمین یا رب العالمین. تشکر زیاد حضرت. ما همچون فرزند حضرت همه مهمانایی که در این اشتراک دارند با محبت ادای نماز جمعه، با محبت ادای نماز جنازه آمدگیان یک طرف، دیگری که محبت به حضرت دارند، همه شما را از دور و نزدیک ما همچون فرزند شاگردش خیر مقدم گفته قدم های شما را چکره که حضرت دعا کردن در قدم هاتون از پروردگار نور ثواب تمنا داریم. اکنون برادر عزیز صحبت رو دوام میدیم. خب اینجا یک برادر عزیز، برادر دانشمند از شهر دوشنبه حضور دارند. خب تعزیه بیان میکنن، سخن تعزیوی و معبدوی را به این برادر عزیز میدیم. پس هم انشاءالله صحبت دوام میدیم. مرحبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اولا از نام خودم و از نام همه این حاضرین کرام، این
برادری عزیز من و استادی عزیز من اسلام دین است. برای این تعزیهشان تعزیه بیان کردنی هستم و از خداوند متعال صبری جمیل برای اینها خواهان هستم، زیرا که این مصیبت نه فقط برای این خاندان است، برای که بخواب این مصیبت همه این مردم این دره مجخرف است. زیرا وقتی که یک صحابه های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم مانند عبدالله ابن عباس یا که مانند عبدالله ابن مسعود و دیگر این بزرگا که از دنیا که میگذشتند وقتی در قبر که میموندن میگفتند که شما میدانید که علم پروردگار متعال چگونه از بین مردم میبرد، وقتی اشاره به همین بزرگا میکردن. وقتی که ما امروز که آمدیم رفتیم حضرت داملا را که زیارت کردیم، همچنان میبینی که خواب است. امروز ما را باید احساس کنیم که پروردگار متعال این علم از بین ما چکار میبردارد. لیکن الحمدلله که خداوند متعال برای این قدر فرزندهای بزرگ دولت که انشاءالله با خدمت با این کارهای کرده حضرت ادامه میدهند. زیرا که ما در صحبتهای حضرت بسیار می نشستیم، یک روز یک صحبت بسیار جالب و عجایب که من در بسیاری محفلهایم که صحبت کنم این سخن حضرت تنصیب به حضرت می دهم و درباره محبت پروردگار متعال صحبت که میگم. میگو وقتی که ما امروز احساس میکنیم که ما محبت به الله داریم، ما دوستان پروردگار ما هستیم، میگو شما مانند یک پشه که مانند یک پروانه که در زیر چراغ دور میزند، شما مانند همین احساس ندارید. شما مانند همین پروانه میگو محبت ندارید که وقتی که میگه پروانه در زیر چراغ که دور زدن میگیرید، چراغ میگو که اگر نزدیکی شوی من تم میتوانم وقتی دور زدن میگیرید دیگه طاقت که تاق میگید خود را در همین چراغ زدن میتوان، زیرا که محبتش زیاد بود. این سخن حضرت دامن در جایی که می‌نشستند برای محبت پروردگار و دوستان پروردگار متعال بود و فقط زبانش به ذکر پروردگار متعال گویا بود که هر جایی که می‌نشست یا اینکه یک نصیحت میکرد یا اینکه یک امر معروف میکرد یا که ذکر الله میکرد. وقتی که بسیار صحبت‌های که می‌نشسته به مدتی دراز هست که حضرت نماز شب داشتند که نماز شب می‌خواستند و راز به پروردگار می‌کردند، نماز شب می‌خواندند و پروردگار متعال یاد می‌کردند. میگو وقتی که من بیمار هستم از این بیماری چنان میگو خرسند و خوشحال هستم که من بیان الله هستم، زیرا که وقتی بنده خداوند متعال صحتی را که زیاد که داد در حالت میشود که ما شاید نعمت پروردگار را فراموش کنیم، شاید ما داده که پروردگار متعال برای ما و شما دادد این نعمت‌های الهی را فراموش کنیم. اما وقتی یک مشکلات یک بیماری که به نعمت پروردگار به خاطر ما میرسد، میگو شبها که از خواب میخیزم و فقط ذکر الله میکنم، زیرا ما دانیم که این مرگ برای هر یک کس میبیاید. چنانه که بزرگ میفرماید که اگر پروای پیغمبر ندارد، اگر پروای سیم و زر ندارد، عجب امری آدمی داد که جانش میرود باور ندارد. وقتی که ما به این بزرگوار که نظر کنیم یک خدمت بسیار زیاده کرده است ولا اذکی علی الله احدا، زیرا پروردگار متعال وقتی که این حضرت بسیار عملهای خیلی که کردن این عملها را به خود میبرند، زیرا وقتی که هر چیزی که کاشتی همون را میگیری، فقط که زبانش به ذکر پروردگار متعال گویا بود و کارهای خیلی که چگونه بزرگان گفتند که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که اذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا عن ثلاث، وقتی که فرزند انسان که از دنیا چشم پوشید همه عملهای او خلاص میشود، فقط سه چیز میماند، همین امکیت یا که بنای مسجد یا که یک راه را که پاس کرده باشد. الحمدلله اینها را در صفتهای حضرت کردند که همیشه شخصیت بزرگ بود. یا که دیگه فرزند صالح داشته باشد که تعلیم گیرنده باشد یا که تعلیم دهنده. الحمدلله که فرزندهای به دنیا و این جامعه تقدیم کرده که این تعلیم دهنده دیگرها هستند، این ثوابها را با همراه خود میبرد. وقتی که انسان باید که احساس کند که در این دنیا همچون امانت، وقتی که پروردگار متعال انسان که در دنیا خلقت و اینی جاعل فی الارض خلیفه، پروردگار متعال انسان در روی زمین نماینده خود گذاشته.
وقتی که انسان احساس کند که پروردگار متعال با یک امانت بزرگ برای این دنیا آفریدن که باید روی دنیا را آباد کنند، نه اینکه فساد. روی دنیا را باید که عبادت پروردگار باشد، باید که کلمه لا اله الا الله قائم باشد، باید که در هر جایی که می‌نشینیم باید آدم مسلمان با عزت و با کرم باشد. وقتی که از گفته خدا و از گفته پیغمبر خدا اگر که ما دور شویم، ما حالت نشانیت ذلت و پستی را ما خودمان به خودمان قبول میکنیم. به کدام خاطر است؟ به خاطر است که ما از دین دور میشویم. به خاطر روز بینید که اینقدر بی‌ادبی‌های اینقدر نافهمایی در بین یکدیگر ما پیدا میشد، از روی که همه از خاطر است که ما از دین دور شده توریم. زیرا که زمانی بود که همه این مردم نصیحتگر بود. ما هم فرزند همه قشلاق هستیم. وقتی کلان سالها که نظر میکردیم یک کاری بدی را که ما انجام میدادیم میگو بچم او بالای همه با یکدیگر نصیحت میکردن. همون قدر زمانی شورای شخص که بود اینقدر فسادی و بی اخلاقی که امروز میبینیم این دیده نمیشی، زیرا که همه نصیحت میکردن. امروز آوردن نصیحت فقط در بالای دوش ملاها ماندن. باید که فقط ملا نصیحت کنن یا که بعد کفای ملا میرن و یکی ملا میگن. سبحان الله، ما چگونه مسلمان هستیم که وقت سخن الله را میگن و سخن پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میگن و نصیحت الهی میکنن، میگن که میگن. این قدر تفاهمانیمون به کدام خاطر است که ما از یکدیگر دور شده دارن، جامعه را به تقسیمات دادن که باید فقط نصیحت که نه باید که ملا کنن. نه، هر یک انسان پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که بلغوا عنی ولو آیه، اگر یک آیت هم که معنیش درست دانستی حتما باید به یکدیگر میرسانید. وقتی کلمه او را بزرگان کلانسالها که همین است در بین جوانها که تقسیم داده بودن، یک بسیار سلاح خوب است که یک کار میکرد، میگو که بچم او بالا همین کارش کنو میکردن نمیکردن. باید که همه با یک جمع باشن و همه نصیحت کنن که این جامعه را چکار کنن، آباد کنن. و حضرت دولا بسیار عملهای خوب کردن که وقتی قصه‌های بزرگان را ما نظر میکنیم، وقتی حضرت بلال میگن که وقتی که مرگ از قیامت چنان میگه خرسند شدن و همسرش میگه به نزدش آمد گفت یا بلال چرا اینقدر خرسند هستی؟ گفت که من فردا و پیغمبر خدا و ابوبکر و عمر همین گمان را میخورم. زیرا که برای تیاری آخرت یک آمادگی دیده بودن. وقتی که ما خواهیم که قبر ما آباد باشد مانند ایشان محترم باید خدمت‌هایی کنیم، زیرا که بهترین خدمت‌هایی که در دین و در مردم که کرده انشاءالله این خدمت‌های این روشنی قبر حضرت میگردد. با این خاطر وقتی که خواهیم که ما هم سعادتمند دنیا و آخرت باشد باید که عمل‌های این حضرت‌ها کردن و این دین در این قدر مردم که رساندن و عمل‌های خیری که کردن ما باید که ما هم پیرو اینها باشیم. ما باید که با همراه اینها بزرگا باشیم که فردا ما هم با همراه خود چیزی ببریم. و این خاطر وقتی که بنده عملهای صالح که میکند فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. اگر انسان هر یک مقدار عملی که میکند، اگر مقدار یک ذره عمل خیر باشد در نزد پروردگار متعال خیر میگیریم. اگر یک مقدار یک ذره اگر کاری بد باشد این ما بد ببینیم. لیکن پروردگار متعال برای بنده چنان رفتاری هست که اگر کاری ثواب کردن یک بده برای ما ثواب بدهد، اگر کاری بد کردن یک یاد بنویسد. یا الله بگی اینقدر پروردگار بزرگ و الله بزرگ برای بنده هاش اینقدر مهربان است. چرا ما خالق خودمان در همه حالت باید همراه خود باشیم. وقتی بنده احساس کنه که در هر حالتی که باشه پروردگار در پی مراقبه پروردگار متعال است و عملهای صالح کنه که وقتی که مرد پیغمبر خداوند متعال در قرآن داره که کل نفس ذائقة الموت، هر یک نفس چشنده مرگ است. هر یک نفس چشنده مرگ باشد باید همه آماده باشند، نه اینکه فقط امروز وقتی که اشاره محسوب که از بین ما میرود روز دیگر نوبت دیگر ما میدهد. باید که همه آماده باشد که زیرا میگه که الموت یأتی بغتة والقبر صندوق العمل. مرگ یک انسان ناگهان میدهد، خبر نمیده که تو فلان روز نمیایی که عملهای صالح تو هر چیزی که میکنی در همین دنیا بکن، هر عملی که میکنی آخرت خودت آباد بکن. زیرا خداوند متعال در قرآن میگه که یا ایها الذین آمنوا، وقتی که در این آیه میگه که یا ایها الذین آمنوا